سلام شاگردانی عزیز، درس ادبیات رو پزمان شده؟ بله، فهمیدم که پزمان شده. بنابراین امروز ما با شما درباره حیات و فعالیت ادبی یکی از ادیبان بزرگ تاجیک مومن قناعت شناس می‌شویم. شاعر خلقی تاجیکستان مومن قناعت سال 1932 در دهه کرگاوت ناحیه قلعه خم ولایت مختار کوهستان بدخشان به دنیا آمده است. مومن قناعت تحصیل را از دهه‌اش آغاز می‌کند. بعدتر برای ادامه دادن تحصیل به شهرک غر می‌رود. آنجا را نیز با موفقیت به انجام رسانیده. سال 1951 به شهر دوشنبه آمده. به فاکولته تاریخ و فیلولوژی تاجیکی دانشگاه دولتی تاجیکستان داخل می شود. شوق و هوس ایجاد کردن شعر در دل مومن قناعت خیلی برمحل پیدا شده بود. پس از ختم دانشگاه مومن قناعت مدت در مجله صدای شرق به کار شروع می کند و در این زمینه به ایجاد کردن شعر شروع می کند. مومن قناعت شعر و داستان‌های زیاد ایجاد کرده است که مشهورترینشان اینهایند: ستاره‌های زمین، موج‌های دنیپر، داستان آتش، کاروان نور، سروش استالینگراد، گهواره سینا، سرجوی سبز، پدر، ستاره اسمت، از بیستون تا کنون، مهر سپر، خماسه داد، آینه بیغبار من و غیره ها. این شعر و داستان ها از شعرهای مشهورترین استاد به شمار می روند. برای برخی از شعر و داستان هایش ادیب صاحب جایزه و مکافات های گوناگون گردیده است. سال 1977 شاعر برای ایجاد کردن داستان‌های سروش استالینگراد و تاجیکستان اسم من سزاوار جایزه دولتی اتحاد شوروی گردید. سال 1980 باشد برای ایجاد کردن داستان گهواره سینا با مکافات جمهوریوی به نام ریدکی قدر کرده شده است. گرچند که مومن قناعت از بین رفته باشد، ولی شعر و داستان‌هایش هیچ وقت از دل ما دور نمی‌گردد. بچه‌های عزیز، به شما سپارش وظیفه خوانندگی درباره ترجمه حال و میراث ادبی مومن قناعت از کتاب درسیتان از صفحه‌های 176 تا 178 پوره مطالعه می‌کنم. شعری به برادرم بخشیده مومن قناعت را نیز از بر می نماید. خیر بچه ها، تا درس آینده.